سقوط کابل در 8 سور 1371 بزرگترین معمای حل نشده در تاریخ معاصر افغانستان. بسیاری‌ها میگند اگر چرخش ناگهانی و غیرمنتظره ژنرال دوستم نبود، نظام دکتر نجیب هرگز سقوط نمی‌کرد. آنها دوستم را عامل اصلی این سقوط می‌دانند. اما یک عده دیگر انگشت ملامت را به طرف اسلام آباد دراز می‌کنند و میگند کابل قربانی نقشه‌های شوم ISI و لجاجت‌های گلبدین حکمتیار شد. در این میان نقش احمد شاه مسعود چی بود؟ آیا او به دنبال یک انتقال قدرت صلح‌آمیز بود یا در یک معامله پیچیده با ژنرال‌های رژیم نجیب فاتح کابل شد؟ امروز می‌خوایم بدون سانسور، بدون طرفداری و بر اساس حقایق تاریخی به این سوال جواب بدیم. در آن روزهای سرنوشت ساز کی به وطن خیانت کرد و کی واقعاً برای صلح کوشش می‌کرد؟ اگر می‌خواهید بفهمید پشت پرده سقوط کابل چی گذشت، این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. امروز روی موضوعی گپ میزنیم که هنوز هم بعد از 30 سال وقتی در بین کلانها یا نشستهای سیاسی بحث میشه، سرش جنجال زیاد است. سقوط کابل در سال 71 فقط تغییر یک حکومت نبود، شروع یک فاجعه بود که کابل را به خاک و خون کشاند. در این ویدیو می‌خوایم از زاویه‌ای به این واقعه سیر کنیم که شاید کمتر در رسانه‌ها شنیده باشید. پس لایک ویدیو از یادتون نروه و بیاین که این تاریخ پر از درد را ورق بزنیم. چرا نجیب الله سقوط کرد؟ از قدرت تا تنهایی. بسیاری از جوانهای امروز شاید فکر کنند که دولت دکتر نجیب الله سست و ضعیف بود، اما واقعیتی نیست. وقتی در سال 1368 آخرین عسکر شوروی از افغانستان خارج شد، تمام دنیا فکر می‌کرد نجیب 3 ماه هم دوام نمی‌آورد. اما او 3 سال مردانه ایستادگی کرد. اردو یا همان ارتش افغانستان در آن وقت بسیار مجهز بود. طیاره‌های جنگی، تانک‌های غول‌پیکر و مرمی‌های بیشمار ترسی به دل مخالفین انداخته بود که کسی فکر سقوط آن را نمی‌کرد. دکتر نجیب سیاست آشتی ملی را پیش برد. او فهمیده بود که جنگ راه حل نیست. او حتی پیشنهاد داد که قدرت را به یک دولت انتقالی تسلیم کند. اما چی شد که این چوکی لرزان ناگهان زیر پاهاش خالی شد؟ منبع ضربه نخست داخلی نبود. مسکو پشت آن قرار داشت. وقتی اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، روسیه تمام کمک‌ها را قطع کرد. تصور کنید اردویی که تمام وسایلش مثل تیل، مرمی و حتی نانش از روسیه میاند، یکباره در برابر سیل حملات مجاهدین که از طرف پاکستان حمایت میشدند، تنها ماند. خنجری که از شمال زده شد. ماجرای ژنرال دوستم. حالا میرسیم به جنجالی ترین بخش داستان، جایی که نام ژنرال عبدالرشید دوستم وسط میآید. دوستم قماندان قدرتمند لشکر 53 ازبک بود. او برای نجیب الله حکم یک دیوار دفاعی را داشت. اما در هوت 1370 یک اتفاق بی سابقه افتاد. دوستم علیه نجیب شورش کرد. خیلی ها میپرسند چرا؟ بعضی ها میگن نجیب میخواست نفوذ ژنرال‌های شمال را کم کند و دوستم از ترس پس شدن از قدرت پیش دستی کرد. دوستم با احمد شاه مسعود و سید منصور نادری دست یکی کرد و ائتلاف شمال را ساخت. این اتحاد کمر کابل را شکست. شاهراه سالنگ و راه حیرتان که شریان حیاتی کابل بود بسته شد. نجیب الله ناگهان متوجه شد که بخش بزرگی از اردو دیگر از او گپ نمی‌شنود. اینجاست که میگوییم خیانت داخلی یا مجبوریت سیاسی. هرچه که بود، این حرکت دوستم میخ آخر را بر تابوت نظام نجیب کوبید. بازی خطرناک پاکستان و ISI. در حالی که کابل از داخل میپاشید، در بیرون مرزها پاکستان برای کابل نقشه میکشید. ISI به شدت از گلبدین حکمتیار حمایت میکرد. هدف پاکستان واضح بود. آنها یک دولت ضعیف و گپشنو در کابل می‌خواستند. حتی وقتی نجیب الله حاضر شد به خاطر صلح کنار برود، پاکستان مانع شد. آنها نمی‌خواستند صلح از طریق سازمان ملل پیش برود، چون در اون صورت نفوذشون کم می‌شد. پاکستان می‌خواست مجاهدین با زور تفنگ وارد کابل شوند.
این مداخله‌های آشکار باعث شد که حتی بین خود گروه‌های مجاهدین هم تفرقه بیفتد. روزهای آخر، فرار ناموفق و پناهندگی. روزهای آخر حمل 1392 کابل مثل یک دیگ جوشان بود. نجیب الله که دید راهی نمانده، قصد داشت از کشور خارج شود تا راه برای صلح باز شود. او به طرف میدان هوایی کابل رفت، اما کی مانع او شد؟ بله، نفرات جنرال دوستم که حالا کنترل میدان هوایی را داشتند، اجازه خروج به او ندادند. نجیب الله مجبور شد به دفتر سازمان ملل در کابل پناه ببرد. در همین وقت نیروهای مسعود از شمال و نفرات حکمتیار از جنوب به دروازه‌های کابل رسیده بودند. مسعود به حکمتیار پیشنهاد داد که بیاین با هم به طور منظم وارد شهر شویم تا خونریزی نشد. اما حکمتیار که خودش را فاتح اصلی می‌دانست، قبول نکرد و این شروع یک فاجعه بود. هشت ثور و آوازی بر یک پایان تلخ. مجاهدین وارد کابل شدند. نظام دکتر نجیب الله رسما تمام شد، اما ای کاش قصه همینجا با خوشی تمام میشد. گروه‌هایی که تا دیروز برادر بودند و علیه شوروی جهاد می‌کردند، حالا سر تقسیم قدرت و گرفتن وزارتخانه‌ها به روی هم سلاح کشیدند. کابل زیبا تبدیل شد به میدان جنگ‌های کوچه‌ای. راکت‌های حکمتیار از یک طرف و درگیری‌های داخلی از طرف دیگر کابل را به مخروبه تبدیل کرد. 60,000 انسان بیگناه در همین جنگ‌ها جانشون را از دست دادند. چیزی که نجیب الله هشدارش را داده بود. اگر جور نیایید، کابل حمام خون می شود. دوستای عزیز، وقتی به این صفحه از تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سقوط کابل هم نتیجه خیانت‌های داخلی جنرال‌های تشنه قدرت بود، هم نتیجه توطئه‌های کشورهای همسایه که هیچ وقت یک افغانستان آباد را نخواستند. دولت نجیب الله با تمام اشتباهاتش یک ساختار منظم داشت که با سقوطش همه چیز پاشان شد. نه تنها نظام سقوط کرد، بلکه شیرازه وحدت ملی ما هم ضربه خورد. حالا سوال من از شما این است، به نظر شما اگر جنرال دوستم یا دیگر جنرال‌های نجیب به او خیانت نمی‌کردند، وضعیت امروز ما فرق می‌کرد یا باز هم دست‌های خارجی ما را به این روز می‌رساند؟ نظراتتون رو در کامنت بنویسید. من حتما کامنت های شما را میخوانم. اگر از این ویدیو خوشتون آمد، حتما لایک کنید و سابسکرایب هم از یادتون نروه. تشکر که تا این لحظه همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و مددگارتان.